نماینده گروه 44 نفره فراموز ارگشف برای حکومت هشدار داده است که اگر از چنین اقدام‌های غیر قانونی دست نکشید ما مجبور میشویم به میدان مردم رو دعوت کنیم و من این دعوت او رو البته که جانبدار هستم، چون که حق قانونی خود را باید مردم ما طلب کردن توانند. از خروج خبر آمد که خب شبانه روز این مقامات انتظامی در شهر گشته آدمانی که تنها هستند، یعنی آدمانی که فرض کردیم یک نفر از خانه خیشش به خانه خودش اومده ایستاده است، همین خیلی آدمان تنها رو در شهر بازداشت کرده، اونها رو مجبور میکنن که معلومات بالای خودشون رو تهمت کنن و بگوین که من نوبتداری کردم این خیلی اون خیلی، یعنی اون نوبتداری‌هایی که در شهر برای حمایت از خانه و در خود نوبتداری میکنن، آنها در تنهایی نمیگردند، اونها رو بازداشت کردن اینها جرأت ندارن، ولی آدمایی که در تنها میگردن اونها رو بازداشت میکنن و مجبور میکنن که خودشون رو تهمت میکنن و به نظر میرسد که کدام از همین منصبداران وزارت های قدرتی یا کدام میخواهد که مردم خروج به کوچه ریزد و به تظاهرات دست زند و به نظر چنین میرسد که اون روز دیر هم نیست. خب طبق خبرهایی که ما در دست داریم علیشیر میرزا نباتوف در کدام از جلسه های حکومت گفت است که رئیس جمهور طلب از ما دارد که به همین اشاره های، یعنی به همین حسابات های سازمان های بین الخلقی از جمله سازمان ملل متحد گوش ناندازیم و این عمل ها رو، یعنی عمل های جاری کردن ترتیبات در خروج را تا آخر پیش بریم و امروز در خروج نه فقط در خروج در دیگر مناطق تاجیکستان هم به خاطر کمک های مالی هم مردم ها را زنده میبرند. حداقل از 2 حالت در خروج خبردار شدیم و 2 حالت در اویله سید عبدالله نوری، یعنی خویشاوندان نزدیک سید عبدالله نوری را نیز محض به همین خاطر زنده مردند که از خویشاوندان خود یاردم مالی را گرفتند به گفت مقامات، یعنی از اروپا همون فرض کردیم برادر به برادرش پول انتقال داد و از همین خاطر مورد خب تعقیب از طرف مقامات قدرتی گشت. همین خیلی دیگر در خروج هم عیناً همین کار ادامه پیدا کرده است و چند پیش خیلی که شما در تلویزیون ها اگر دیده باشید، من همون رو و فکرم در اینجا گذاشته بودم، خب همین با همین اتهام میگویند که فلان مقدار سوم روان کردن به خاطر گذراندن تظاهرات یا به خاطر کدام قانون ویران کنی، یعنی من اگر به برادرم یا به یگان خویشاوندم به تاجیکستان پول روان کنم، این مقصد او به یگان کار غیر قانونی بوده است و اجازه نمیتین که مردم حتی در داخل شهر مردم با یکدیگر داد و گریفت داشته باشند و اون را اگر حتی در داخل شهر به انتقال از بیرون در داخل شهر یک کس به یک کس پول داد و با خبر شدند، البته که مورد بازداشت و بازپرسی قرار میگیرن و شاید با شکنجه اونها رو مجبور کنن که خود را باز تهمت کرده، بگوین که این را فلان نفر به من روان کرد و یکدیگر مجبور کنن که بالای یکدیگر معلومات بر دروغ دهند و همه این را باز پرونده سازی کرده. خب مبلغ گذاری تروریسم و اکستریمیسم گفته چی میکنن یا همکاری با گروه های اکستریمیستی گفته به مدت 5 تا 8 سال به زندان برند و این مورد خیلی نگران کننده است.